تو پاس قبل با ولتاژ AC آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطور این مود به یک مود سینوسی تبدیل میشه و به خانه های ما میاد و ما چطور ازش استفاده میکنیم و فرکانس هاش به چه صورته. و در این پاس قرار با ولتاژ DC آشنا بشیم. ما هممون میدونیم که ولتاژ DC یعنی یک خط ثابت، یعنی همه میگن که ولتاژ DC یعنی یک خط ثابت، یعنی نمیشه از ولتاژ DC ما موج سینوسی رو گرفت. چرا نمیشه؟ میشه. جریان DC در اصل به این معناست که ما جریان AC توی موج سینوسیمون ما منفی رو هم داشتیم، یعنی یک بار مثبت رو داشتیم یک بار منفی رو داشتیم، ولی در ولتاژ DC که به اصطلاح میگن بهش خط صاف ما دیگه ولتاژ صفر رو نداریم، یعنی بعد از یک سو شدن که اصطلاحا برای اینکه ما بتونیم از ولتاژ AC ولتاژ DC رو جدا کنیم و یک سو کنیم از یک مدار یک سوسات استفاده میکنیم که ویدیو آموزش کاملش رو در داخل یوتیوب هست، میتونیم بریم ببینید که با استفاده از یک ترانس و یک پل دیود برای یک سوسازی و یک خازن این ولتاژ AC رو به DC تبدیل میکنیم. حالا به چه علت بهش میگن خط صاف؟ چون بعد از تبدیل دیگه اگه برین ویدیوش رو ببینین، بعد از تبدیل ما دیگه ولتاژ منفی رو در داخل برگ DC نداریم، یعنی منفی به صورت کامل حذف میشه و فقط برای ما مثبت میمونه که برای حذف این موج سینوسیش هم میان یک خازن میذارن که تبدیل میشه به یک خط صاف. حالا نمیشه از برگ DC موج سینوسی تشکیل داد، یه موج سینوسی رو درست کرد. یکی از آزمایشات سادهش که شاید تو اینترنت هم دیده باشین، میان یک کلیدی رو میذارن و مدام خاموش روشنش میکنن که این کلید مثلا میام در راستای یک مدار، خب یک کلیدی رو قرار میدن به اصطلاح که این کلید رو مدام خاموش روشن میکنن که ما در خروجی این خاموش روشن باعث میشه که یک موج سینوسی داشته باشیم. ولی مشکل اینجاست که سینوسی دیگه به سمت منفی نمیره که به اصطلاح به این موج سینوسی میگن موج سینوسی سوار بر DC. این موج سینوسی ما میشه موج سینوسی DC. پس میفهمیم که موج DC همیشه یک خط صاف نیست. در اصل موج DC نبودن منفی رو در موج DC ما ندادیم، در ولتاژ DC ما ندادیم. و یک نکته هم که باید بگم اونم اینه که در ولتاژ DC شاید به ذهن همه بیاد که و حجم این ولتاژ مقدار ولتاژ پایینی داره و دچار برگرفتگی نمیشه. باید بگم که این کاملا اشتباهه و در برخی از دستگاه‌های صنعتی از جمله پاورهای ماینر و برخی پاورهای قدرت ما خازن‌هایی با ولتاژ 470 480 ولت رو داریم و در ظاهر میشه گفت این 470 شاید DC باشه، ولی میتونه از 220 ولت برق AC خطرناکتر باشه.